خانمان و خواهران عزیز، کسانی که خانه‌نشین و یا اینکه دانشجو هستند و میخواهند جیب و یا همیانشان پر از پول باشد و محتاج کسی نباشند، پس من به شما کار پیشنهاد میکنم. کار در شرکت فیبرلیک. کار خیلی آسان و قولای است. ابوچینیا و رجیستراسیا باشد رایگان، یعنی با قیدگیری و آموزش برای شما به پول است و معاش باشد از چالاکی خود شما وابسته است. شما می توانید در یک ماه از 70 سومان تا 7000 سومان معاش بگیرید. رقمی که روی اکران گذاشته شده است، شما می توانید زنگ بزنید و یا با واتساپشان مراجعت نمایید. با شما برار موفقیت و برکت را تمنا می کنم. جای بپور، چهره زیبا با فیبرلیک. السلام علیکم تماشابینان و هواداران کانال لیباس تیوی. امروز هم در بازار کاروان برای شما پاپلینای دوبای است که یکم سورت سنگای بسیارتر زدگیشونه برای شما نمایش میدیم. نمارمت همه همیان نوینکای پاپلینای دوبای است که سنگشون زیادتره. نرخی یا 150 سومونی نرخی دانای و کسی که اپت میگیرد ارزان ابیزت نمیشود. فقط شما اهمیت بتین سنگ وقتی که میین سنگای اوریجینال سویتش یارکیه. بسیارتون میگن که ما رفتیم ارزان گرفتیم، هست نسام دیلی هست سنگایی که پلاستماسن هم و ارزان ترن. یکی سنگای اوریجینال شما دا ارزان نمیتن. ایروی نرخش میفهمین که چیزایی که شما گرفتین سنگش اوریجینال یا اوریجینال نیست. مرامت چیزی که شما در اکران میبینین یا سنگشون اوریجینال یکم سورت هسته، سنگای خمیرون هسته. بعد سنگای سواروسکی ده نمود سنگاتی نرخ یا 150 سومون. بعد سنگش هم نرم زدگیه. مثل وقتی که میخرین شما اهمیت بتین سنگ دا که چخیل جاو زدگی باشه هموشه شما میتونید که خریداری کنید. این در بازار کاروانای نولوی دروازه میایم برای کاروان سیتیقتی همینجا دا دکانو قطار هستن. شما ویبرتونه یافته گرفته میتونید. چی باقی ایو از سیزن شما دگه امیو بسیار برآمدگی هم رسیدگاه شما میبینین بسیار هم دکانو دا پشتی قریب همه دکانو دا هست. بعضی آدمایی که میزنن برای خچونا بار میزنن همو گلوک همان. بعد نرخی ها زایسید میکنه ای گلوشون همو گلی که در بازار نباشه نرخی را اتوماتیکی میبردارن. لیکن های ماه شریف رمضان دا ممکن کم ترک سبکی کنن، مثال ارزان بتن. وقتی شما آدم روزادار میرین عزیزت ارزان هم میکنن. اینه طرفی که دیدستین با یو دیگه رسیدگاهش هستن. نرخای همه یعنی از سنگشون اهمیت بدین. سنگشون بسیار زدگیه. سنگ بسیار زدگیه 150 سومونی نرخشون. نچخیلی که شما دیدستین گلو همش نوینکان چیزایی که نو اومگی بزرگان. مثال اکثریت یا خیرش مثال 10 روز 15 روز پیش در اومگه یا خیرش نو در اومگه آرارش هست. کسانی که در کانال ابونه شدگی نیستن مرحمت ابونه شوین. کسی که ابونه شدگی میتونه که با یار دوستاتون پادلیسا کنین ویدیو را. باقی سربلند آباد باشین. ویدیوهای آینده ما را هم تماشا کنین. خداحافظ.